با همین صدای گرفته گفتم یه پست مانیکور براتون بذارم و مراحلش رو بهتون نشون بدم. مانیکور یکی از اون مراحلیه که هم نیل مسترها دوستش دارن هم مشتری عاشقشن، مخصوصا اگر به سبک روسی انجام بشه. وقتی بتونی مانیکور روسی رو انجام بدی یکی از مزیتاش اینه که لاکژلت رو از زیر ریشه میزنی، یه جوری که انگار لاکت از زیر ریشه رشد میکنه میاد بالا. مواد گذاری و لاکژلت بی‌نقص میشه و این باعث میشه مشتری عاشق کارت بشن. اگر دوست داری بتونی این مانیکور رو برای مشتریت انجام بدی باید آموزش اصولیش رو ببینی، قوانینش رو یاد بگیری. برای این کار میتونی توی دایرکت بهم پیام بدی تا بهت مشاوره بدم و اگر دوست داشتی کلاس آموزشیش رو ثبت نام کنی.